سرخط خبرهای مهم. نگرانی ساکنان از افزایش نرخ در عرفه عید قربان. نخستین مراجعت پریگوژن پس از شورش مسلحانه و شکایت مهاجران از سنجش‌های سرتاسری در مسکو. سلام، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 27 ایون. راهبران دو شهر و ناحیه در ولایت سوغد از مقامشان برکنار شدند. بر اساس فرمان پرزیدنت مفصومه موینی کرسی شهرداری بوستون را ترک کرد و به جای او نگار خان غفارزاده به این منصب تعیین شده است. غفارزاده تا آمدن به این مقام معاون اولی رئیس کمیته کارباز زنان و اویله بود. مفصومه موینی 42 ساله است. طرف حزب خلق دموکراتی به کرسی وکیل مجلس نمایندگان پیشبری شده است. با نوشته سامانه پرزیدنت، معاونان رئیس کمیته رشد سیاحی، وزیر معارف و مرکز اسلام شناسی هم دیگر شدند. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای وسکنی کادرهای کهنه عبارت است. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. یوگنی پریگوژن، مؤسس شرکت خصوصی نظامی واگنر، پس از انجام به گفتش مارش عدالت در صفحه تلگرامش از خود درک داد و برای مطبوعات مراجعت 11 دقیقه‌ای ثبت کرد. معلوم نیست نوار در کجا و در چه شرایطی ثبت شده است. پریگوژن سخنرانیش را از آن آغاز می کند که شرکت خصوصی حربی واگنر تنها منفعت‌های روسیه را حمایت می کند و در جنگ اوکراین به موفقیت‌های نظررس نائل گردید. اما با گفته پریگوژن، در نتیجه فتنه و قرارهای نادرست شرکت حربی واگنر می بایست که از 1 ایول پراکنده شود. نیروهای شرکت خصوصی حربی واگنر شب 23 ایون از ولایت لوهانسک اوکراین بر استوی لب دون درآمدند و بناهای اساسی نظامی و دولتی را اشغال کردند. پریگوژن مسئولان بخش نظامی روسیه از جمله وزیر دفاع سرگئی شویگو و رئیس ستاد کل والری گراسیموف را بر نسل کشی و ناکامی عملیات در اوکراین گناهکار کرد. مقامات قدرتی و انتظامی روسیه اظهارات و رفتار پریگوژن را دعوت به عصیان مسلحانه توصیف کردند. خود پریگوژن در مراجعتش میگوید آنها برای اعتراض رفتند، نه برای سرنگون کردن حکومت. دعوای بین یوگنی پریگوژن با مقامات نظامی روسیه طی 2 ماه باز جریان دارد. این زمانی بود که پریگوژن ادعا کرد نیروهایش به گرفتن بخمود در اوکراین نزدیک شدند، ولی وزارت دفاع روسیه سلاح و مهمات نمیدهد. شرکت خصوصی واگنر که مؤسسش یکی از ثروتمندان نزدیک به رئیس جمهوری روسیه است، از آغاز حمله مسکو به خاک اوکراین هزارها شهروندان را به طرز قراردادی و هزارها محبوس را با وعده عفو به میدانهای جنگ برده است. پگاه 28 ایون مسلمانان تاجیکستان عید قربان را جشن میگیرند. سبح چوروا برای آدمان دارا یکی از بخش‌های اساسی این جشن به حساب می‌رود. اما قربانی کردن یا ذبح چوروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که معاش میانه از 800 تا 2000 سومانی است دست می‌دهد. آنها که امکان قربانی ندارند دسترخوان آراسته از همسایه‌ها و نزدیکان پذیرایی می‌کنند. همین است که همه ساله در عرفه عید و جشن‌ها از جمله عید قربان نرخ محصولات نیازی اول یک بار بالا می رود. همکاران ما هم در منطقه بختر از ساکنان از آن پرسیدند که در این شب و روز نرخ چی گران است و چی ارزان شده است. در قیمت شده چی قیمت شده است با فکر شما؟ چی قیمت شده است؟ همه چیز قیمت گوشت مثلا میدونید چقدر است؟ گوشت 70 سومه 70 سومه. پول شما با چی میرسه در خرید؟ مثلا در همین چی میتونه خریده، چی نمیتونه خریده؟ میتونیم یک خریده. با نظر شما برای چی پیش از عید همین گوشت قیمت میشود؟ نمیدونم، همه گوشت میخره با فکرم برای قیمت میشه. همه ایشی دا همه چیز قیمت کم میگیره. Я много не беру, потому что завянет, света часто нет. من زیاد خرید نمی کنم چون که یخدانم در نبودن برق کار نمی کند، ویران می شوند. من دانه‌کی خرید می کنم. حتی دانه‌کی 3 سبزی 3 سومانی شد. تصور کنید. همه سبزوات و میوگی قیمت است. من خودم 120 سومانی می گیرم. باید به بازار رفته چیزی زیاد خرم. به خانه می آیم چیزی نخریدم.
Вот все дорого. نمیپرسم کسی کم نداریم میارن میکنم میپزم نیارن نمیپزم سلام باشین من هیچی بکنم نه بردارم نمیده رفتیسی میدونه که گوشت چند سومه نوزه؟ نمیدونه نه؟ نمیده رفتیسی چه خیلی با فکرش موزی که نو بوزا رفتیسین چه خیلی باشه نرخ نبو؟ خریم باید گم میدن ولی نو خریدشی گفتم بکنیم ندیدیم اون نرخ نصیب باشه چی میگیرید؟ رژوگی خلوان اسیس گوشت پریوشت بعد موندگیش میوه Мясо я говядину вообще-то не беру, только если... من گوشت گاو رو عموما نمیگیرم. اگر سوپ پزم گوشت مرغ میگیرم. گوشت قیمت شده است 65 سومونی. اگر کودک‌ها و نبیره‌ها کمک نکنند اینش را نمیدونم که چه خیلی زندگی میکردیم. نفقه چی نفقه 300 سومونی به فکرم برای بوجابی‌ها زیاد شد. این چی میشه؟ 300 сомон на базар, если дети еще 5 штук есть. Что это будет? نمیدونم نرفتیسم نماینده اتفاق مهاجران قرقیزستان در روسیه اکبر روزیقولوف گفت که در مسکو سنجش‌های سرتاسری ادامه دارند. به گفته وی مهاجران را در کوچه نگاه می‌دارند و بدون تفتیش سندهایشان به اداره‌های پلیس می‌برند. در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار لحظه‌های بازداشت مهاجران از سوی پلیس نشر شده است. پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودند که در روسیه عملیات نیلگال 2023 شروع شده است. به نوشته رسانه‌ها مرحله اولی عملیات از 19 تا 25 ایون و مرحله دومی آن از 2 تا 8 اکتبر برگزار خواهد شد. در همین حال حامیان حقوق از دیپورتاسیون شدن ده‌ها مهاجر تاجیک از روسیه در چند روز اخیر خبر می‌دهند. آنها با نشر و پخش مراجعه‌های ویدیویی به مهاجران تاکید می‌کنند که سندهایشان باید پورا قانونی و درست باشد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که نفران شهرت اسمت اللهیف را ربودند اگر اختیاراً او را آزاد نموده و با گناه خود اقرار شوند با آنها معیار سبک دهنده تطبیق کرده می شود. با اطلاع مقامات شهرت اسمت اللهیف معاون اولی رئیس اوریون بانک ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شده است. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 26 ایون در سایت رسمی این وزارت نشر شد، این حادثه آدم ربایی از جانب گروه متشکل ناشناس نامیده شده است. فعلا عملیات برای پیدا کردن بانکر تاجیک در نواحی اطراف پایتخت جریان دارد. شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی از افزایش نیروهای انتظامی در درآمدگاه‌های غربی و شمالی پایتخت خبر دادند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. روز 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان امضا شد که به جنگ 5 ساله برادرکوش شهروندی خاتمه بخشید. بعد این جریان همایش طرفهای جنگ به جریان صلح، خلع سلاح و تأسیس حکومت با شمول مخالفان شروع شد. با گذشت سالها سابق مخالفان از دور شدن حکومت از اجرای شرطهای سازشنامه صلح و یک جانبه برجسته کردن نقش خود در این جریان انتقاد کردند. 27 ایون سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند در یک تندر بین المللی شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجلو برنده شد و ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن را به عهده گرفت. این شرکت به قول مقامات از میان 40 داوطلب دیگر برنده گردید و قرار شد که با نزدیک 4 میلیارد دلار بنیاد طرح استراتژی تاجیکستان را که باید استقلالیت انرژی کشور را تامین کند به راه میماند. 27 ایون سال 2018 اولماس جمال شاعر و روزنامه‌نگار ازبک زبان تاجیکستان که او را شاعر زولسانن یا دو زبانه هم مینامند در 84 سالگی درگذشت. اولماس جمال از کارمندان سابقه‌دار نشریه ازبک زبان خلق‌آوازی بود و در این مدت بیش از 20 کتاب شعرهایش را نشر کرد. نقش او را در حفظ و تبلیغ فرهنگ و زبان ازبکی در تاجیکستان مهم ارزیابی می‌کنند.
قرب روبل روسی به تغییر باقی مانده است و 1000 روبل روسی 124 سومونی عوض کرده می شود. 100 دلار آمریکایی به 1091 سومونی و 100 یورو به 1188 سومونی. بینندگان عزیز، این قربی معین نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجارتی فرق می کند. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش های ما رو دوام روز می توانید با نشانی www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. همچنین همکاران ما با تازه ترین خبر و گزارش ها شما رو در برنامه های سرخط و اخبار آزادی منتظرند. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهبانتان.